این یک تاکستان در فرانسه است. یک تیرک چوبی فرو می رود، یک نهال انگور قرار داده می شود، کمی آب پاشیده می شود و خاک اطراف مهر و موم می شود. کل فرایند کمتر از 3 ثانیه برای هر گیاه طول می کشد و به شدت کارآمد و دیدنی است. این نهال‌ها در واقع تاک‌های انگور هستند و این دستگاه برای صنعت شراب محلی حیاتی است. دستگاه آب می‌پاشد و خندق را در یک حرکت نرم پر می‌کند، در حالی که تیرک‌های چوبی از رشد مستقیم گیاهان حمایت می‌کنند و آنها را برای برداشت آینده آماده می‌سازد. در مقایسه با کاشت دستی سنتی، این ترکیب انسان و ماشین نه تنها زمان و تلاش زیادی صرفه‌جویی می‌کند، بلکه عمق و فاصله کاشت را به طور یک نواخت تضمین می‌کند. این کارایی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و زمینه را برای مکانیزاسیون کامل فراهم می‌کند.